آدم کم حرفیم. اصولا دوست دارم، بزرگترین علاقم سکوته. دوست دارم که سرم تو لاک خودم باشه، به هر کسی بتونم کمک میکنم، ولی کاری با زندگی کسی ندارم. گفتی که آدم تنهایی هستی؟ به چه معنی؟ انتخابمه. خودخواسته است. خودخواسته دوست دارم که تنها باشم. آرومتری اینجوری؟ خیلی. وقتی تنهام احساس شاید من تواناییشو ندارم توی جمع باشم، شاید من تواناییشو ندارم که با همه دوست باشم، شاید من تواناییشو ندارم که تنها نباشم. من میگم که کاش آدمای مانیتور بهشون وصل بود، تو همه چیشون رو میفهمیدی، صداقت، دروغ، فکرشون. کاش یه روزی برسه که دنیا جایگاه آدم‌ها رو بر اساس دلشون، نفسشون، صداقتشون و انسانیتشون انتخاب کنه. اون موقع خیلی جاها عوض میشه.